یک قصه نخواه میگیریم در باره مردکایی که لیوی پراوین خیلی داماد سویدنی دا میرن. یک بیچاره کمبغل میای سویدنیا همین تاری دوم میاد رویا بیچاره همین نو کارو را میبینه که در زوانونگ میشه. این زنگ میگه بخیزیم بخی بپر میگه که شوهرم اومد پیزدست وای میگه گزیلای که راست میپرونه. بیچاره مردک همون تنی لیچ خیز میکنه ای تریزه میپره دیگه ایزان بکشه کنی لیچ تنی لیچ همه خیلی دویده رفته است که یک گروه پرسیمند ای پیش میره سهر روز خیلی دویده استن این هم تنی لیچ بین همه خوش میشه دویده رفتن میگیره یه تشمه خیلی نگاه میکنه این گولی پریزرواتیو در تنشه گستای برادر تو چوی خیلی دویده سی سهر روز پریزرواتیو خیلی گستای براتن نو رادیو گفت که بارون میشه من روزای بارونی هم خیلی میدوم صندوقچه هم پرواز کن آمده ششته ناز کن یک قصه برای مخلصای شهر محمد جان یاوانی آغاز کن. سلام علیکم برادرها. من همین صندوقچه را ما همین جنگل میگیریم خالی میکنیم برای شما با بگهی پر کده میارم میمونم. قصه درباره کمپیرها که ساده کمپیر اگر گونسون پنسیاش جمع میکنه میره بزرگ یک گاو میخره همون پیش کده جنگل به جنگل اومده است رد میبروه ماشین خدا بخبر میبینه من میکنه میبینه کمپیر میگه ماما جان شیم برامود او میگه ما گاو خطیم بچه جان میگه ایز گمده گاو قفای ماشین رو میبنده مستاسته میره شفیار گاو در قفا میبنده کمپیر رو پیش دمیشونه رفته است یه آینه خطی نگاه میکنه گاو اومده است دویوم ده میگیره نگاه میکنه گاو تستر اومده است یک را سیوم ده میگیره با سرگاز میکنه که گاو همه چارخیزه ده میدرویه گاو بفرمش میغلطه چشمی راستش میکفه و خون رفته است آینه خیلی نگاه میکنه ای چشمی گاو به زمین گاو به آسمان خون رفته شفیار میبینه میگه ماما من نفهمیدم این گاو تو چا کده ای چشمش سب سرخه او میگه وای پاورادیکاش گیران کرده و خمانه ابگان میرویه این برادر هر روز ویدیوهای نو ایجانی بی ما نسبت شما روان کرده می شود در همه حالت میبینین که همون کانال ما دا پادپیسات داشته باشین کانال ما به نام یاوانی تیوبه همونجا میبروید پادپیسات کنید بالا ده یه زنگولوچه همون زنگولوچه رو جوکن لبای وریم شهر محمد یاوانی در افیر با شماست سربلند و خانه